بله، میرسیم به سوال پایانی شما میگید که موانع تحقق مدینه فاضله چی هست؟ چه عواملی مانع تحقق مدینه فاضله میشن؟ خب خیلی طبیعی و بدیهی است دشمنان مدینه فاضله مانع تحقق مدینه فاضله میشن، برای اینکه از منظر فارابی مدینه فاضله دشمنانی داره. 4 مدینه در برابر مدینه فاضله صف کشیدن، دشمن مدینه فاضله به شمار میان. یکی مدینه جاهله است، دومی مدینه فاسقه است، سومی مدینه متبدله است، چهارمی مدینه ضاله است. مدینه جاهله همان گونه که از عنوانش پیداست از جهل برمیاد، یعنی جامعه‌ای که علم ندارد. به چه چیزی علم ندارد؟ به سعادت شناس نیست. برای اینکه آماج مدینه فاضله، هدف مدینه فاضله رسیدن به سعادت است. مدینه جاهله مدینه است که سعادت حقیقی رو نمیشناسد. اگر افراد چنین جامعه‌ای رو به سعادت سوق بدی، هدایتشون کنی، نه در اون جامعه اتراق میکنن، نه به آن جامعه ایمان و ایقان پیدا میکنن. مهمترین هدف جامعه جاهله خور و خواب و خشم و شهوت است. البته از نظر فارابی چنین جامعه‌ای انواع و اقسامی داره: ضروریه، بددالیه، الخصه، الکرامه، تغلبیه، جماعیه یا جماعیه، که ما الان احساس نیاز نمی کنیم که اونها رو فعلا شرح بکنیم. در هر حال مدینه فاضله مطلقاً انس و الفتی با مدینه جاهله نداره. چرا؟ چون مبنا در مدینه فاضله فضل است، در مدینه جاهله جهل است. در مدینه فاضله علم هست، دانشمندان محترمند، معلمان بر صدر می نشینند، قرب می بینند، ارج می یابند. مهمترین و گرانترین کالای معرفتی در مدینه فاضله همین علم است. خب دومین مدینه غیر فاضله که مانع تحقق مدینه فاضله میشه فاسقه است. از فسق و فساد میاد. فاسق کسی است که میداند کاری بد و ناپسند است اما مرتکب میشود. میدونه که اختلاس بد است، ضرر میرسونه به جامعه، ولی خب میکند. مدینه فاسقه راه رسیدن به سعادت رو میدونه اما رفتار و کردارش مثل مدینه جاهل است. در مدینه فاسقه آدمیان چند چهره دارند، واجد چند شخصیت میشوند. شناسایی اونها کاریست بس سخت. اگر در مدینه فاضله صداقت و سادگی اساس است، در مدینه فاسقه دروغ و تزویر و تملق در صدر میشینه. اخلاقیات لباس بر تن نداره. آدمیان در مدینه فاضله هیچ راز مکتومی بین رئیس و مرئوسشان ندارن، چیز پنهانی بین رئیس و مردم وجود نداره. این هم دومین مدینه غیر فاضله است. سومین مدینه غیر فاضله مدینه متبدله است یا مبدله است. مدینه تغییر یافته، استحاله شده، از تبدل و بدل و تغییر و اینها میاد. در چنین جامعه آدمیان به عمد یا غیر عمد، به علم یا به سهو، هویت و چیستی خودشون رو فراموش میکنن، در خدمت هویت‌های دیگرانن. اینها در کاملترین وضعیت تغییر یافتند و لذا تبر بر ریشه خودشون میزنن، روغنی بر چراغدان اغیار میشوند. به تعبیر سهن در خطاب به شهریار که میگفت yanıp yandırmayak yadın ocağın evimiz soyuqdur, qışdır, şaxtadır, demirəm yanmayak, alovlanmayak, yanmasın, neyləsin yazıq pərvanə, yanmayak vəfasız yarın oduna, yanaq elimizə, yanaq vətənə. اینو مولانا هم میگفت: همچو شیری صید خود را خویش کن، ترک عشوه اجنبی و خویش کن، در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. استاد بارشماز هم اینها رو خوب به ترکی ترجمه کرده. اوونو şirler sayaq ovla özün, özgədən ta güdməsin pay gözlərin, qeyrəli qoyma sənə yaxsın xına,
تیهم گیرین توپراغنان سن بینا. بله اینان در مدینه متبدله دچار یه آلیوناسیون می شوند، برای دیگران خانه به پا می کنند، در زمین اغیار بازی می کنند، فرهنگ لغت دستور زبان برای اونها می نویسند، به زبان بیگانه حرف می زنند، از حرف زدن به زبان خودشون ننگ دارن، عار دارن، با بچه هایشون به زبان دیگه حرف میزنن، هویت خودشون رو ارزان میفروشن، به تعبیر مولانا که میگفت قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی 100,000 فضل داند، از علوم جان خود را می نداند آن ظلوم. یه همچین آدم هایی در اندیشه فارابی دشمنان مدینه فاضلند. چهارمین مدینه غیر فاضله مدینه ضاله است، مدینه راه گم کرده است. فارابی معتقد هست حاکم در مدینه ضاله دچار شخصیتی است متوهم، پیوسته در این وهم و زعم هست که از عالم بالا به ایشان الهام می شود، پیوسته با جهان بالا و علوی در ارتباط است. به تعبیر آدام اسمیت با دستهای پنهان عالم دست در دست است، لذا ملتش رو با توهم اداره میکنه. هنرش هم همین میشود، کسی هم نمیتواند بر او اعتراض بکنه، برای اینکه اعتراض بر او مساوی و مساوق است با اعتراض بر خدا. در چنین مدینه سعادت در این عالم وجود نداره، یافت نمیشه، تنها در جهان پسین امکان دستیابی به سعادت وجود داره. تمام هم و غم آدمیان در مدینه ضاله مردن خوب است، باید اینا خوب بمیرن، نه اینکه خوب زندگی کنند. زندگی و زنده ها واجد ارزش نیستند. اگر از فارابی بپرسید به شما خواهد گفت که چنین جامعه‌ای نمیتواند طعم سعادت رو بچشد. لذا فارابی در پایان مبحث مدینه فاضله به اندیشه عدالت ورود پیدا میکنه، عدالت رو الفضائل میدونه و تمام فضیلت ها رو در ذل و ذیل عدالت میاره، برای اینکه معتقد هست که تمام فضائل از عدالت میتونن منشعب بشن. اگر عدالت برقرار شود آزادی از دل آن بیرون میاد. لذا گفت که به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. فارابی میگفت منفعت و مصلحت فردی ضد عدالت است. سخن به درازا کشید، از حسن اصغای شما تشکر میکنم.